سلام علیکم. علیکم السلام. یا بچه خوش بدونید اصل مطلب قبل اینکه همه حرفا بزنم بریم یه اطلاعیه ببینیم و برگردیم. بابا اومدیم یه ویدیو درست کنیم، یه ویدیو درست کنیم برای بچه‌های کل کشورمون ایران. آقا این ویدیو قرار داخلش از فیلم‌های که توی یه چنل معروف توی یوتیوب که ایرانی هم هستش به نام سودارک که فیلم‌های انیمیشنی دو بعدی درسناک میذاره دیدن کنیم. حالا این فیلم‌ها البته الانم سودارک اسمش میاد توی ویدیو، میبینید شما که میتونید همونجا بخونید. این فیلم‌ها رو قراره با کی نگاه کنیم؟ با آقای اولین ویدیوی چنل بیانی بر اولین ویدیوی چنل حسین مهدی 7. البته اینو خودیه. خب خیلی دیگه داریم مطلعش می‌کنیم. سعی بریم سراغ فیلم. بریم یاد بریم برگردیم. Very, very cheap, 1 pound fish, 6 or 5 pound, 1 pound fish. 1 2 3 چند روز پیش اتفاق وحشتناکی برام افتاد. خب کیت دیوونه شد. کیت یکی از دوستای صمیمیم توی دبیرستان بود و همیشه یه دختر مهربون و خجالتی و ساکت بودش. چند هفته پیش جشن دور همی بچه‌های دبیرستان بود. بعد از 10 سال دوباره دوستا و همکلاسیامو دیدم. همه چیز فوق‌العاده بود و کلی خوش گذشت تا اینکه کیت بهمون پیوست. وقتی اومد قیافش یه جوری بود که انگار هفته هاست نخوابیده و بوی خیلی بدی میداد. همه مات و مبهوت نگاهش میکردن. ناگهان کیت یه چاقو از توی جیبش در آورد. همه جیغ کشیدن و بعد دیدم داره میاد سمت میز من. سامانتا، به خاطر کاری که با هم کردی میمیری. ناگهان پلیسا وارد سالن شدن و پریدن روش و مهارش کردن. مثل یه سگ قرید و تنم یخ کرد. دلم خیلی براش میسوخت چون خیلی زیاد تغییر کرده بود. چند روز بعدش یه نفر به گوشیم زنگ زد. یه پیرزن بود که میگفت پرستار تیمارستانه. میخواست درباره یه چیزی مربوط به کیت با هم صحبت کنه. از اونجایی که کار خاصی نداشتم تصمیم گرفتم که برم تیمارستان. به محض اینکه رسیدم پیرزن اومد استقبالم و منو هدایت کرد به اتاقی که یه شیشه بینش بود. مثل اتاق ملاقات‌های توی زندان بود. بعد چشمم به کیت خورد. اون طرف شیشه بود. به ویلچر بسته شده بود و همش داشت زیر لب با خودش حرف میزد. وقتی منو دید شروع کرد به جیغ کشیدن. چشماش 2 کاسه خون بودن و از حدقه بیرون زده بودن. اونا مال منن، تو دزدیدیشون، باید جزاشو ببینی. اصلا نمیفهمیدم جریان چیه. نمیفهمیدم داره راجع به چی حرف میزنه. بعد پیرزن برگشت پیش من و گفت خانم سامانتا، شما یه شوهر و 2 تا بچه دارید، درسته؟ سرمو تکون دادم. پفی کرد و بعد گفت خب باید بگم که یکیشون مال شما نیست. دلم ریخت پایین و بعد ادامه داد شما بچه هاتونو با عمل سزارین به دنیا آوردید ولی نصف ماجرا حقیقت نداره. یکی از پسرها مال کیته. دقیق تر بخوام بگم اون پسر کیت و شوهر شماست. درست بعد از اینکه بچه‌شو به دنیا آورد دچار شوک بزرگی شد و بچه‌شو پرت کرد زمین و کارمندای بیمارستانم فهمیدن که تعادل روانی نداره. به خاطر همینه که از اون روز توی این اتاق بستری شده. البته به جز چند روز پیش که از تیمارستان فرار کرد تا بیاد بچه‌شو پیدا کنه. از اونجا که کیت توی این تیمارستان افتاده بود شوهرش بچه‌ش رو برداشت و کاری کرد که فکر کنی هر دوشون مال توه. کیت بالاخره متوجه شد که بچه‌شو بردن. واسه همین از تیمارستان فرار کرد تا بیان سراغ تو و شوهرت. من همونجا شوکه و دهنی باز وایساده بودم و باورم نمیشد که چی دارم میشنوم. شوهر من یه مرد مهربون بود ولی حالا بعد از این همه سال بالاخره فهمیدم که بهم دروغ گفته بود و حتی خیانت کرده بود. اونم با بهترین دوستم. اسم من اسحاقه. من اهل استرالیام و میخوام داستان ترسناک خودم رو براتون تعریف کنم. یه روز وقتی نوجوان بودم یکی از دوستام اومد خونمون بمونه. تصمیم گرفتیم بازی دینگ دانگ دیچ بازی کنیم. یعنی بریم در خونه ها زنگ درشون رو بزنیم و بعد فرار کنیم و قایم شیم و به عکس العملشون بخندیم. اون موقع ها بچه‌های همسن من این بازی رو انجام میدادن.
بعد از اینکه چند تا خونه رو دینگ دانگ دیش کردیم رفتیم به یه خونه داغون قدیمی که بالای یه تپه کوچیک قرار داشت. یه راه خاکستری داشت که به خونه منتهی میشد و یه پاترول خاکستری هم جلوش پارک بود. نوبت من بود که زنگ بزنم. واسه همین یواشکی رفتم تا درش رو پیدا کنم. آخه جلوی خونه پر از علف و بوته بود، برای همین باید دنبال در میگشتم. از جلوی ماشین رد شدم و رسیدم جلوی خونه و وقتی نگاه کردم دیدم دروازه حیاط خونه بازه. من واقعا بچه بدی نبودم، برای همین اصلا نرفتم داخل. ولی تا شرخیدم تا برگردم پیش دوستم، یه ماشین اسپورت قرمز قدیمی اومد جلوی خونه نگه داشت و منو دید. و فوری از ماشین پیاده شد و اومد سمتم و شروع کرد به داد و بیداد و ازم میپرسید اینجا چیکار میکنه؟ خیلی ترسیده بودم. فکر کردم الان منو میگیره میزنه. دنبال دوستم گشتم ولی دیدم داره فرار میکنه. بهش گفتم داشتیم چیکار میکردیم و منظور بدی نداشتم و اونم با یه تذکر گذاشت برم. ولی ماجرا به اینجا ختم نشد. تقریبا یه هفته بعدش داشتم با دوچرخم از نزدیک یه پارک رد میشدم که دوباره همون ماشین قرمز رو دیدم. چون از کنارش رد شدم مطمئنم اونا هم منو دیدن. با تمام قدرت پدال زدم تا فرار کنم ولی افتاد دنبالم. در نهایت رسیدم به ته جاده و افتادم تو مسیری که دور تا دور دریاچه میپیچید و دوباره میخورد به جاده اصلی. موقع دوچرخه سواری به اون طرف دریاچه نگاه کردم و دیدم ماشین هنوز اونجاست و از سر خروجی منتظر من وایساده. خلاصه به سلامت رسیدم خونه. به مامانم چیزی نگفتم ولی همون شب بود که اوضاع داغون شد. تو اتاق نشسته بودم و پلی استیشن بازی میکردم که ناگهان صدای بلند موتور یه ماشین رو شنیدم که انگار جلوی خونمون نگه داشته بود. زود دویدم و از پنجره داخل حیاط رو نگاه کردم و دیدم راننده از ماشین اومد بیرون. همون پسری بود که تو پارک دیده بودم ولی مسافرشون دختر نبود، این بار یه نفر دیگه بود، یه پسر جوون. به مامانم گفتم بیاد بیرون. اونم تا دیدش به پلیس زنگ زد. حیاط خونمون یه دروازه بزرگ داشت و اون دو نفر مستقیم اومدن سمتش. بعد یکی از پسرای میله آهنی آورد و با تمام قدرت میزد تو دروازه. جیغ زدم و در خونه رو قفل کردن. بعد از یه دقیقه با میله زدن صدای باز شدن دروازه اومد. تنها چیزی که مونده بود باز کنن تا بیان تو در چوبی قدیمیمون بود که با یه لگد راحت وا میشد. همون موقع صدای آژیر پلیس اومد و بعدش هم صدای داد و بیداد. وقتی سر و صداها خوابید از خونه اومدیم بیرون و دیدیم اون دوتا پسر دارن دستگیر میشن. طرف یه جوری نگام کرد که دلم ریخت پایین. بعدن فهمیدیم که پسرا اون موقع مواد زده بودن و راننده هم تفنگ داشته و قصد داشته که منو بکشه. بعد اون دیگه دینگ دانگ دیچ بازی نکردم. من فقط 12 سالم بود که این اتفاق افتاد. یه روز داشتم با یکی از دوستام تو ساحل قدم میزدم. همینجور داشتیم با هم گپ میزدیم و بعدش مجبور شدیم از یه مسیری بریم که توش پر از اراذل و اوباش بود. همینجور که راه میرفتیم یه مرد 60-70 ساله نزدیکمون شد و گفت بیایید اینجا خانم خوشگلا، بشینید کنارم. خب من 12 سالم بود و اونقدر خنگ نبودم که برم پیشش. دست دوستم رو گرفتم و از اونجا رفتیم. 2 روز بعدش تو اتاقم بودم و داشتم با یکی از دوستام چت میکردم که سایه یه مرد رو تختم دیدم. وقتی نگاه کردم دلم ریخت پایین. همون مرده بود با همون لباس. درست پشت پنجرم ایستاده بود و داشت به من زل میزد. در اتاقم رو قفل کردم و پرده رو کشیدم. بعدش شروع کرد تق تق زدن تو پنجره. داد میزد عزیزم میشه پنجره تو باز کنی تا بیام بشینم کنارت؟ داشتم میمردم از ترس. گوشیمو برداشتم و به پلیس زنگ زدم. احتمالاً صدای تماسمو شنیده بود چون سریع پا گذاشت به فرار. چند دقیقه گذشت و صدای آژیر پلیس اومد. پلیسا دور و بر محلمون رو چک کردن و تو خیابون در حال فرار گرفتنش. وقتی پلیسا داشتن میبردنش نزدیک بود قش کنم. دیدم داره به من لبخند میزنه و کرکر میخنده. پلیسا اطراف خونمون رو گشتن و زیر تختم پتو و غذا پیدا کردن. طرف احتمالاً زیر تختم زندگی میکرد.